اون شوخ و خندان اسمش خیامه. حدود 14 سال پیش با هم آشنا شدیم. اون در استرالیا به دنیا آمده و در اونجا زندگی میکنه و برای تعطیلات به بوسنی اومده، چون که پدر مادرش اصلشون بوسنیاییه. 14 سال پیش که با هم آشنا شدیم در مورد معنی اسمش پرسیدم. گفت پدرم میگه که خیام شاعر بوده. بهش گفتم برو در مورد خیام بیشتر تحقیق کن. خیام یک شاعر، فیلسوف، ریاضیدان و ستاره شناس و حکیم و موزیسین ایرانی بوده که 1000 سال پیش به دنیا آمده و در بوسنی هم اشعار عمر خیام خونده می شده و حدود 115 سال پیش صفتبک باشاغیچ اشعار او رو ترجمه کرده. حتی از 400 سال پیش هم اولیا چلبی میگه در این منطقه عمر خیام رو اشعارش رو می خوندند.